مناره که شما میبینید در سال 1304 خورشیدی توسط امان الله خان تهداب گذاری شد. یک تپه سنگی تقریبا در ارتفاع 7 متر اعمار شدن و یکی از آبدات یک منارهای تاریخی است که در 4 گوشه از این کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله نوشته است. جنوب خود از این منار یک محراب و منبر است و در قسمت شمال از سنگ حک شده که تمام اسمای شهدایی که در دوران استقلال اینا فدایی کاری کردن در اونجا حک شدن و بیشتر هنرهای مثل شمشیر و کتاب و آفتاب و هنرهای در این تقدیم شدن که خود این منار از سنگ مرمر سفید، سمت، ریک و سنگ در این کار شده. روشنی و تاریکی یعنی دانش و بدانشی اینطور یک عنوان میده. قسمت شمال خود قسمت نواباد موقعیت داره و مکتب امیر دوست محمد خان. غربش هم چهارراه دیمازنگ یا باغوش طرف هم گذرگاه، طرف جنوبش هم دریای کابل است. در زمان امان الله خان کسی به نام ملا عبدالله یا ملا لنگ یکی از اشخاصی بود که از سال 1919 میلادی تا 1922 میلادی مردم جنوب علیه حکومت امان یا امان الله خان غازی تحریک میکرد. این به خاطر خاموشی و اختشاشی که ملای لنگ میکنن و وقتی که خود ملای لنگ مثلا در قابل امان الله خان شکست داده‌هایش مثلا مانع ترقی و پیشرفت علم بود و این را پیروزی علم بر جهل ماندن این مناره به این نام استعمال کرد. خداوند تعالی افغانستان ما را از جهل نجات بده و وسیله علم روشنی ببره، هدایت بده.